تحقیق تازه مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی نشان می‌دهد که 9 میلیارد و 91 میلیون دلار از بابت جنگ و افراطیت به افغانستان زیان رسیده که این هزینه 13% بلندتر از بودجه مالی این کشور می باشد. ادریس عمرزاد معاون این مؤسسه گفت که این گزارش در نتیجه یک سال تحقیق و به همکاری ادارات حکومتی افغانستان در 7 ولایت از طریق مصاحبه با 100 تن تهیه شده است. هزینه یک ساله منازعه و افراطگرایی در یک سال مالی، و خاطر که من گفتم سال 2015 هنوز بعض آمار در دست نیست، در حدود 9 میلیارد و 91 میلیون دلار آمریکایی است که رقم 44% تولیدات ناخالص، 113% بودجه سال 1394 و 4% هدف جمع‌آوری عواید داخلی را تشکیل می‌دهد. عمرزاد گفت اگر افغانستان زیانهای جنگ و افراطیت را متحمل نمی‌شد، پس امروز چند برابر راه برای پیشرفت این کشور هموار می بود. به اساس این گزارش تحقیقی، زیانهای یاد شده را تامین امنیت، صلح، کمک‌های مالی به قربانیان جنگ، ارزش‌های انسانی، صحت عامه، معلولیت، تعلیم و مهاجرت‌ها به بار آورده است. هزینه مالی این گزارش تحقیقی را انستیتوت صلح امریکا پرداخته است. این انستیتوت میگوید که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از زیانهای جنگ و افراطیت مانع عوامل منطقه‌ای و جهانی آن گردد. شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح امریکا در مورد چنین گفت: تا زمانی که حکومتداری خوب نشود و حاکمیت قانون در یک کشور چنانچه لازم است عملی نشود، پس دشوار است جلوی جنگ گرفته شود و اقتصاد رشد کند. جنگ در کشور ما عوامل داخلی و منطقه‌ای دارد. کسانی که در افغانستان جنگ میکنند از خارج تمویل و تربیه میشوند، به این کشور فرستاده میشوند و سوم عامل بین المللی میباشد. در این گزارش تحقیقی مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی، زیانهای اقتصادی و مالی جنگ و افراطیت در مقایسه با زیانهای جانی بیشتر خطرناک شمرده شده و گفته شده که اگر جلو آن گرفته نشود، در آینده این کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد. هرچند حکومت افغانستان در مورد زیانهای جنگ و افراطیت تا حالا رقم رسمی ارائه نکرده است، اما تایید می‌کند که افغان‌ها جنگ‌های زیاد را متحمل شدند و از چندین سال بدین سو بار جنگ بیگانه ها را به دوش می‌کشند.